با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری‌ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید، از این خاطر با این بهانه تحریم کردید. وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتین، نخواهند 0.5% میتین. یعنی کمیسیه های انتخاباتی همش در دست یک حزب سیاسی است یا حاکمیت اجرایی است. این یک مسئله. دویمش خودش جمع کردن امضا وقتی که در کنستیتوسیون نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نفت کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. درباره تا چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کرده میتوانید؟ یگان حزب یگان امضا جمع نمی کند. امضای همشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع می کند، آن ورقه امضا جمع کنید در بالاش هیچی نوشته نشده است، امضاها جمع میشن و قسما تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پرزیدنت عمل کننده یا کمیسیه یک جای با کمیسیه انتخاباتی با یک خلاصه آوردن نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن، آنها تقسیم میکنن من این فایزش برای پرزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزب‌های سیاسی وابسته از عملهای سوبیکتیوی و اختیارداری سوبیکتیوی با آنها تقسیم میکنند. با این فیز من این فایز، با این اکن کی را پرزیدنت دوست دارد من اینا گفته نمیتوانم. بعد از این اظهاراتتون شما از این کارزار سیاسی بیرون میشوید یا نقشه‌های دیگر هم دارید؟ درست‌ترش گویم که نقشه‌های دیگر دارم، لیکن مسئله در آن می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان، در انجمن حزب سوسیال دموکراسی مسئله با استعفا رفتن رئیس را هم میبینیم. این چگونه رئیس حزب سوسیال دموکرات در رئیس حزب سوسیال دموکرات این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن درباره مثال از رئیسگری حزب رفتن و درباره مثال دیگر فعالیت عمل کردن از جمله فعالیت مثال پداگوژی یا که مثال فعالیت گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکنون نفقه هم نزدیک شده ایستاده است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کارها فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.